امروز چند تا موضوع رو برای شما انتخاب کردم که درباره اونها با شما صحبت کنم. یکی گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره موجودی ذخایر اورانیوم به شدت غنی شده جمهوری اسلامی که آژانس در تازه ترین گزارش خودش گفته که جمهوری اسلامی برای 10 تا بمب اتمی ذخایر اورانیوم غنی شده به شدت غنی شده 60% داره. این به نظرم یک موضوع جدیدیه که تا حالا اعلام نشده بود و پرونده هسته جمهوری اسلامی رو وارد یک مرحله جدیدی میکنه. ضمن اینی که آژانس میگه که برآورد ما اینه که این مواد در همون جاهایی که بمباران شده وجود داره، معلوم نیست که نابود شده یا نه. موضوع دومی که امروز با شما صحبت خواهم کرد راجع به گزارش یک مرکز امنیتی و خارجی در اسرائیل، یه اندیشکده اسرائیلی که گفته جمهوری اسلامی به شدت شکننده است و در دقیقه 90 قرار داره و در وضعیت بسیار بسیار شکننده قرار داره. به این موضوع مفصل برمیگردم صحبت میکنم. موضوع سوم هشدار مجدد حسن روحانی درباره اینی که ضرورت داره استراتژی امنیت ملی جمهوری اسلامی تغییر پیدا کنه، همون بحث ضرورت مذاکره با آمریکا و اینی که سپاه پاسداران باید نقشش در جمهوری اسلامی تغییر بکنه. این سه موضوع رو خدمت شما بررسی میکنم. اگر برسم در قسمت پرسش پاسخ‌ها هم یک بحثی خواهیم داشت راجع به ابعاد این کنسرت شجریان و لغو که شد و اینی که جامعه اینجوری نسبت به اون واکنش نشون داد. اما موضوع اول گزارش آژانس. آژانس یک گزارش جدید داده به اعضای خودش، در واقع 2 تا گزارش، و در اون گفته که جمهوری اسلامی برخلاف اینی که در گذشته تصور میشد 408 کیلو اورانیوم به شدت غنی شده داشته باشه، الان برآورد آژانس اینه که 441 کیلو اورانیوم 60% داره که از نظر حالت تئوریک و نظری برای ساخت 10 تا بمب اتمی کفایت میکنه. آژانس میگه که این رو در آخرین لحظات قبل از جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی متوجه شده. تا الان که 3 ماه از جنگ گذشته بود یه سوال جدی وجود داره، چرا تا الان آژانس این رو اعلام نکرده بود؟ چرا جمهوری اسلامی راجع به این اظهار نظر نکرده بود؟ چرا آمریکا و اسرائیل و اروپا راجع بهش اظهار نظر نکرده بودن؟ آیا آمریکا و اسرائیل و اروپا نمیدونستن که جمهوری اسلامی 441 کیلو اورانیوم به شدت غنی شده داره؟ آیا فقط آژانس میدونسته؟ خود جمهوری اسلامی که میدونسته چرا اظهار نظری نکرده راجع به این؟ به نظرم یه موضوع بسیار بسیار مهمیه که آژانس اعلام کرده. از طرف دیگه رافائل گروسی مدیر آژانس اعلام کرده ممکنه در چند روز آینده در وین با جمهوری اسلامی صحبت بکنن، ولی هشدار داده، گفته که مذاکره با ایران نمیتونه ماه‌ها ادامه پیدا کنه، گفته تو همین 1-2 هفته باید سرنوشتش روشن بشه. دلیل اینی که مدیر آژانس میگه ظرف 1-2 هفته باید روشن بشه اینی که الان ما هولوش 3 هفته مهلت داریم که تحریم‌های سازمان ملل برگرده. این میتونه به نظرم گزارش آژانس فشار رو بر جمهوری اسلامی بازم بیشتر بکنه. همزمان همطور که خدمتتون عرض کرده بودم، دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علوم و امنیت اعلام کرده که جمهوری اسلامی بعضی از تجهیزات حساس رو در نطنز جابجا کرده و این جابجایی میتونه ناشی از نگرانی جمهوری اسلامی باشه که در حمله مجدد اسرائیل و آمریکا باقی مانده تجهیزات در نطنز از بین بره. اما این موضوع اول. موضوع دوم که موضوع مهمتریه، مرکز امنیت و امور خارجی اورشلیم، یه اندیشکده در اسرائیل که در حوزه‌های امنیتی و نظامی صاحب نظره، یه گزارش داده راجع به جمهوری اسلامی.
من نکات مهمی رو که در این گزارش هست خدمتتون میگم، نظرات خودم هم عرض میکنم. اون چه که در این گزارش اومده اینه که میگه جمهوری اسلامی در شرایط شکننده قرار داره. گفته که علی خامنه‌ای در قدرتش در آستانه افول، موقعیت شخص علی خامنه‌ای در حال تضعیفه، گزینه‌های جایگزینی خامنه‌ای، امکان اینی که بتونن جمهوری اسلامی رو در غیاب خامنه‌ای نگه دارن خیلی کمه. نکته دیگه که راجع به غرب گفته غرب این سالها روی مسائل فنی هسته‌ای جمهوری اسلامی متمرکز بود، در حالی که مشکل اصلی خود جمهوری اسلامی. نکته خیلی مهمیه توش. میگه غرب به جایی که رو مسائل فنی هسته‌ای متمرکز میشد، رو جزئیات، باید روی اصل مشکل تمرکز میکرد که اصل مشکل جمهوری اسلامیه. و میگه این اصل مشکل یعنی نظام جمهوری اسلامی، میگه ستونهاش در حال فرسایشه و یکی از جاهایی که نظام در حال فرسایشه ستون اصلی نظام یعنی ولایت فقیه، شخص ولی فقیه و خامنه‌ایه، که برآورد این اندیشکده اسرائیلی اینه که اگر ستون اصلی خانه جمهوری اسلامی یعنی خامنه‌ای فرو بریزه، به احتمال زیاد نظام هم فرو میریزه. به نظرم این ارزیابی درستیه درباره نقش خامنه‌ای. و بعد میاد میگه که بعد از خامنه‌ای کسایی هم که به عنوان جایگزینش مطرح میشن، اونها آدمای توانمندی نیستن و نمیتونن جمهوری اسلامی نگه دارن. میگه که مجتبی فاقد مشروعیت مذهبیه، فاقد اون موقعیتیه که پدرش داشته در 46 سال گذشته و به همین دلیل معتقده به دلیل که خامنه‌ای رو به افوله و جایگزینای جدی هم نداره، از نظر اون میگه جمهوری اسلامی داره وارد یه دوره ابهام سیاسی میشه که معلوم نیست سرنوشتش چی میشه، هم در مقابل حمله خارجی هم در مقابل قیام داخلی. و اشاره میکنه به اینی که خامنه‌ای زندگی نیمه مخفی نیمه علنی داره، این در شکنندگی جمهوری اسلامی تأثیر زیادی داره. من خودم چند تا نکتم اینجا دارم که بهش میخوام اضافه بکنم که این شکنندگی فقط مربوط به این نیست که خامنه‌ای رو به افول یا جانشیناش از توانایی که بتونن جمهوری اسلامی رو نگه دارن برخوردار نیستن، اونا درست، ولی به نظرم سلسله عواملی هست که جمهوری اسلامی رو در موقعیت شکننده قرار داده. یکیش اینه که فرماندهان نظامی ارشد که چهره‌های جمهوری اسلامی بودن کشته شدن و کسانی که بعد از اونها هستن، فرماندهایی که هستن دیگه چهره سیاسی نظامی تلقی نمیشن. حاجی زاده به عنوان کسی در نظام نگاه میشد که این جانشین سلیمانیه، به عنوان سیاسی روانی تبلیغاتی. محمد باقری، حسین سلامی، رشید، اینا چهره‌های فراتر از چهره نظامی چهره سیاسی تبلیغاتی برای نظام بودن و موقعی که اینها کشته شدن جانشیناشون چهره نیستن. از این بابت نظام جمهوری اسلامی دچار ضربه بزرگی شد. نکته دوم، من معتقدم که خامنه‌ای داره کنترل اوضاع رو از دست میده به تدریج. یه بخشیش محصول اینه که در دسترس نیست دیگه، مجبور شده به زندگی نیمه سیاسی، نیمه علنی و نیمه مخفی. ضمن اینه که موقعی که خامنه‌ای کارتای بازیشو داره از دست میده، خودش هم افول میکنه. اینی که گروه‌های نیابتی رو از دست میده، حزب الله و نصرالله و حماس و حنیه و سنوار و ابو مهدی و قاسم سلیمانی و حاجی زاده و رشید و باقری، اینا رو که از دست میده، این خامنه‌ای رو ضعیف‌تر کرده. نظام چه به لحاظ نظامی چه به لحاظ سیاسی فاقد چهره‌های مؤثره. از نظر چهره نظام حسابی آسیب پذیر شده. تعداد کسانی که مردم جمهوری اسلامی رو با اونا میشناختن روز به روز در رأس حاکمیت کمتر شده، چون خیلی هاشون کشته شده. نکته دیگه اینه که
این شکست در مقابل اسرائیل و این مشکلات داخلی و این نارضایتی مردم و احتمال بازگشت تحریما باعث شده شکاف در رأس نظام زیاد بشه. من دارم توضیح میدم که این اندیشکده اسرائیلی میگه نظام شکننده شده، یه دلایلی آورده. من دارم میگم بله نظام شکننده شده ولی دلایل بیشتری داره. یکی از اون مهمترین دلایل شکاف در رأس نظامه. همه دارن درباره راههای جلوگیری از سقوط نظام صحبت میکنن در رأس نظام و چون هر کدومشون فکر میکنن راه حل خودشون برای جلوگیری از سقوط نظام راه حل بهتریه، دارن به همدیگه حمله میکنن. روحانی میگه بریم مذاکره کنیم، مذاکره جامع، و سپاه هم اینقدر تو سیاست و اقتصاد و سیاست خارجی دخالت نکنه. اصلاح طلبها میگن بریم مذاکره جامع کنیم با آمریکا، تعلیق غنیسازی رو بپذیریم. ولی چون فشار اومده نظام میگه نه، این حرفایی هم که روحانی و اصلاح طلبها میزنن نزدیک به خیانت، حرف دشمن رو داره تکرار میکنید. خامنه‌ای میگه چند صدایی من نمیخوام. محسنی اژه‌ای اصلاح طلبها رو تهدید به محاکمه میکنه، پرونده قضایی میکنه. یه ذره محمد صدر راجع به روسیه صحبت میکنه که روسیه گرای پدافندهای ایران رو به اسرائیل داده، تهدیدش میکنن به محاکمه، عضو مجمع تشخیص مصلحت. این نشون میده واقعا نظام شکننده است. این تفرقه و شکافی که در رأس نظام افتاده، این نشون میده که چون نگران سقوط نظامن هر کدومشون یه راه حل میدن و راه حل طرف مقابل رو میگن نه، اون راه حلی که شما میدی خطرناکه. هم روحانی و اصلاح طلبها این دیدو به خامنه‌ای دارن، هم خامنه‌ای و سپاه متقابلا این دیدو به روحانی و اصلاح طلبها دارن. یه مشکل دیگه که نظام پیدا کرده که شکننده بودنشو زیاد کرده، اینی که مردم رو نمیتونه پشت سر خودش بسیج کنه. اکثر مردم پشت سر نظام بسیج نمیشن. من جلوتر توضیح میدم. این شکننده بودن نظام یه فرصت تاریخیه برای مردم ایران که از جمهوری اسلامی عبور کنن. اینی که نظام و خامنه‌ای نمیتونن اکثریت مردم رو پشت سر خودشون بسیج کنن، خیلی برای نظام خطرناکه. مشکلات شدید اقتصادی هم تبدیل به بحران ابر بحران شده. اینم شکننده بودن نظام رو زیاد کرده. امکان به تأخیر انداختن بحران اقتصادی دیگه نیست. دیگه نظام در شرایطی نیست که بتونه این بحران اقتصادی رو به یه زمان دیگه عقب برونه. نکته دیگه که جمهوری اسلامی رو به شدت شکننده کرده، یک دشمن به شدت فعال داره به اسم اسرائیل. اسرائیل وایساده که جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه. اینی که یه دشمن فعال این نظریه سرنگونی رو پیگیری بکنه، چیزیه که در گذشته وجود نداشته، الان وجود داره. اسرائیل دنبال سرنگونی جمهوری اسلامیه. نکته دیگه که نظام رو شکننده تر کرده اینه که آمریکای ترامپ هم آماده چراغ سبز به اسرائیل، هم در حمله قبلی به چراغ سبز داد، هم برای حمله بعدی به احتمال زیاد به چراغ سبز خواهد داد. نکته دیگه که شکننده بودن نظام رو بیشتر کرده، اروپا دیگه محل فرار نظام نیست. نظام هر موقع از فشار آمریکا میخواست فرار کنه میرفت سمت اروپا، آلمان، فرانسه، بریتانیا. در دوره خاتمی هم اینجوری بود، در دوره روحانی هم اینطوری بود. ولی الان خود اروپا شده کانون فشار بر جمهوری اسلامی، دیگه محل فرار جمهوری اسلامی نیست. نکته دیگه که شکننده بودن جمهوری اسلامی زیاد کرده اینی که چین و روسیه که جمهوری اسلامی انتظار داشت خیلی فعال ازش حمایت کنن، فعال ازش حمایت نمیکنن. آیا هر کدوم از این عوامل به تنهایی میتونه جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه؟ من معتقدم مجموعه این عوامل با هم دیگه جمهوری اسلامی رو به شدت شکننده کرده. تک تک اینها یک فشار جدیدی بر جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی رو در حالت به شدت شکننده‌ای قرار داده، طوری که الان در جمهوری اسلامی مهمترین کلمه‌ای که به کار میبرن تاب‌آوریه. تاب بیاریم که سرنگون نشیم. نکته مهم در مورد نارضایتی مردم اینه که اکثریت مردم برخلاف دهه‌های قبل
که به دلیل اینی که جمهوری اسلامی مشروعیت سیاسی نداشت مخالفش بودن، به دلیلی که مقبولیت نداشت مخالفش بودن. الان اکثر مردم به این دلیل که جمهوری اسلامی نمیتونه زندگی روزمره مردم رو اداره کنه مخالفشن. بله، مردم نظام و مشروع نمیدونن، میگن این حاصل یک انتخابات آزاد نیست. مردم نظام و مقبول نمیدونن، مردم سبک زندگی نظام رو دوست ندارن. همه اینا هست، دنبال حق و حقوق خودشون هم هستن، همه اینا هست. ولی مهمترین دلیلی که اکثریت مردم رو ناراضی کرده در جمهوری اسلامی اینی که زندگی روزمره مردم داره دست میره. با وجود جمهوری اسلامی زندگی روزمره مردم روز به روز داره آب میشه، گوشه گوشش لنگ میزنه. آب و برق و گاز و گرانی و تورم و مواد غذایی سخت‌تر شده خریدنش. این باعث شده که اکثریت مردم طوری ناراضی بشن که امکان فعال شدن اونا علیه جمهوری اسلامی رو میبره بالا. یک نکته دیگه که نشانگر شکننده تر شدن نظام شده اینی که نظام مدام تهدید میکنه که من میرم به سمت بمب اتمی، میرم از NPT خارج میشم، تنگه هرمز رو میبندم. این تندروی‌ها نشون میده نظام از حالت تعادلی که داشت در موضوع بقا خارج شده. تعادل در بقا. جمهوری اسلامی برای که بمونه معمولا کار عجیب غریبی نمیکرد، ولی الان چون فشار شدید روش هست، هم در عرصه بین‌المللی داره میره به سمت حرکت‌های تند و هم در عرصه داخلی میره به سمت سرکوب ارهاب بیشتر. این نشون میده که خطر سقوطش بالاست که این کارو میکنه. فکر میکنه با این کار میتونه بمونه، در حالی که این به سرنگونیش کمک میکنه. این مرکزی که در اورشلیم اندیشکده‌ای که بوده 3 تا پیشنهاد داده به غرب. میگه غرب باید فشار نظامی روانی رو بر جمهوری اسلامی تشدید بکنه. جدا شدن عوامل جمهوری اسلامی از ساختار نظام رو و پیوستنشون رو به مردم تشویق بکنه و کمک بکنه به اپوزیسیون که تقویت بشه. و در مجموع غرب باید آماده بشه برای داشتن یک برنامه روشن برای روز بعد از جمهوری اسلامی. میگه جمهوری اسلامی در دقیقه 90 و غرب باید چنین برنامه‌ای داشته باشه که روز بعد از جمهوری اسلامی میخواد چیکار کنه. و مهمترین توصیه‌ای که میکنه، میگه غرب باید از رویکرد فنی به جمهوری اسلامی دست برداره و خودش رو آماده یک بازی جدید بکنه. بازی جدید از نظر اسرائیل سرنگونی جمهوری اسلامی. در واقع اندیشکده‌ها در اسرائیل ضمن اینکه میگن اسرائیل داره آماده میشه تلاش کنه برای سرنگونی جمهوری اسلامی، از اروپا و آمریکا هم که میخوان این کارو بکنن. خلاصه این مقاله اینه که اروپا و آمریکا هم بیان به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی. و میگه ممکنه جمهوری اسلامی چون در آستانه سقوطه، برای نمایش قدرت هم در عرصه داخلی بره سمت سرکوب شدید، هم در عرصه خارجی بره سمت ماجراجویی، مثل خروج از NPT و بمب اتمی و حمله پیش دستانه به اسرائیل و حمله به پایگاه آمریکا. و میگه اینا رو ممکن انجام بده. به نظرم این ارزیابی که این اندیشکده در اسرائیل داشته یه ارزیابی نسبتاً درست از اوضاع ایران، نسبتاً درسته. من بیشتر از این معتقدم. عرض کردم خدمتتون نظام شرایط شکنندگیش که خدمت شما عرض کردم خیلی بیشتر از اونیه که این اندیشکده میگه. این اندیشکده میگه خامنه‌ای داره افول میکنه، جانشیناش هم جانشینای قابلی نیستن. ولی من خدمتتون عرض کردم که به دلیل مشکلات شدید اقتصادی، به دلیلی که نظام چهره نداره دیگه، و به دلیل نارضایتی اکثریت مردم که ناشی از مسائل اقتصادی عمدتاً، نظام به شدت شکننده است و شکنندگیش در سطوح مختلفه، فقط یکی دو تا سطح نیست. این حرفی هم که حسن روحانی زده که ما باید بریم تغییر بدیم استراتژیمون رو، همون حرف قبلیش که ما باید بریم با آمریکا مذاکره کنیم و سپاه هم
دست از کارهایی که در عرصه نظامیگری نیست بکش. این حرف روحانی رو خامنه‌ای قبول نداره، سپاه قبول نداره. منتها روحانی این حرف رو میزنه چون دیدگاهش اینه برای حفظ جمهوری اسلامی و احتمالاً داره این چراغ هم نشون میده به آمریکا و اروپا که اگر من بیام سر کار با شما مذاکرات جامع میکنم، مسئله مذاکره با آمریکا رو حل میکنم، مسئله رابطه با آمریکا رو حل میکنم، مسئله هسته‌ای رو حل میکنم، مسئله موشکی رو حل میکنم، مسائل منطقه‌ای رو حل میکنم. چون تو حرفش گفته بعضی از دشمنی‌های غیر ضرور رو باید پایان بدیم. من فکر می‌کنم حسن روحانی داره یه جوری پالس میده به اروپا و آمریکا که اگه من به جای خامنه‌ای بیام میتونه این کارا رو بکنه. ولی یه مشکلی داره این نظر روحانی. اولا غرب به این نتیجه رسیده بین روحانی و خامنه‌ای خیلی فرقی نیست. روحانی هم همون خامنه‌ایه. تفاوتای کمی با هم داره. مهمتر از اون، اکثریت مردم ایران فرقی بین روحانی و خامنه‌ای قائل نیستن. بین خامنه‌ای و اصلاح طلبها، بین اصلاح طلبها و روحانی، بین پزشکیان و روحانی، اینا یک تفاوتایی با هم دارن، ولی اکثریت مردم ایران اصلا براشون مهم نیست که اینا با هم اختلاف دارن. اکثریت مردم ایران خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. بنابراین امثال روحانی در بین مردم محبوبیتی نداره. شاید خامنه‌ای منفورتر باشه ولی روحانی هم منفور مردمه. بنابراین این حرفایی که روحانی میزنه در حاکمیت هیچ اثری نداره. بعید میدونم نظام بین الملل باور کنه و اکثریت مردم هم براشون خامنه‌ای و روحانی با هم فرقی نداره. ولی وقتی که تحریم‌های سازمان ملل برگرده حدود 3 هفته دیگه، به احتمال زیاد بازگشت تحریم‌ها زمینه بین‌المللی رو برای حمله اسرائیل و آمریکا فراهم‌تر میکنه. چون اگر مبنا رو این بگذاریم که الان توافق بین جمهوری اسلامی و آژانس اروپا و آمریکا در جریان نیست، منطقاً آمریکا و اسرائیل به سمت اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی میرن. حالا اینکه آمریکا چقدر تو اون اقدام نظامی مشارکت کنه حرفیه، مسئله‌ایه. ولی توافق بین اروپا و آمریکا با جمهوری اسلامی نباشه، اسرائیل حتما به سمت اقدام نظامی میره. آمریکایی هم دست کم در دفاع از اسرائیل مشارکت میکنن، منتها معلوم نیست در حمله به جمهوری اسلامی مشارکت بکنن یا نه، که البته اسرائیل به اونش هم نیازی نداره. اگر تحریما برگرده، فضای بین‌المللی و جو جهانی علیه جمهوری اسلامی تشدید خواهد شد. اروپا به علاوه آمریکا که سهم عمده از جامعه جهانی رو دارن، اینها هم موضع سخت‌تری به جمهوری اسلامی خواهند گرفت در صورت که توافق نباشه. دست جمهوری اسلامی هم برای مقابله با تحریم‌های سازمان ملل بسته است. جمهوری اسلامی کاری ازش بر نمیاد. اینی که مثلا میگن اگر تحریم‌ها برگرده از NPT خارج میشیم، این خودکشیه. اینی که میگن ممکنه تنگه هرمز رو ببندیم، این خودکشیه. جمهوری اسلامی اینا رو به عنوان تهدید میگه ولی دستش بسته است و کاری نمیتونه بکنه. از اون طرف چون روابط اقتصادی مهمی با اروپا نداره، اروپا براش مسائل اقتصادی با جمهوری اسلامی الان مهم نیست. اگر جمهوری اسلامی بره و سقوط کنه، اروپا حتما بازار ایران براش مهمه. ولی الان در جمهوری اسلامی اروپا میگه من که روابط اقتصادی جدی با جمهوری اسلامی ندارم، جمهوری اسلامی هم که نه نفتی نه گازی خیلی جدی به ما نمیفروشه. بنابراین دست اروپا برای برخورد شدیدتر با جمهوری اسلامی باز. عملکرد جمهوری اسلامی هم در جنگ اوکراین به اروپایی‌ها انگیزه بیشتری داده که سختگیری بیشتری به جمهوری اسلامی بکنن. به نظرم این یکی از اشتباهات جمهوری اسلامی بود، ولی به هر حال رفت. روسیه جمهوری اسلامی رو بازی داد، وارد جنگ اوکراینش کرد. حالا فشار اروپا بر جمهوری اسلامی تشدید شده. من خودم ارزیابیم اینه جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده چون خطر سقوط رو بیشتر احساس خواهد کرد، به سمت بسته‌تر شدن فضای سیاسی امنیتی داخلی حرکت خواهد کرد، ولی الزاماً فضای اجتماعی رو
به معنای حجاب در خیابانا نخواهد بست، ولی فضای سیاسی امنیتی رو بسته تر خواهد کرد. نکته دیگه که جمهوری اسلامی به ضررش شده و حسابی جمهوری اسلامی رو نگران کرده اینی که اون حسابی که رو روسیه و چین میکرد اشتباه حساب در اومده. امروز رژه‌ای که در چین برگزار شد به مناسبت 80مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم در شرق آسیا، شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین چپ و راستش پوتین رئیس جمهور روسیه و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ایستاده بودن. ولی برخلاف تصورات که جمهوری اسلامی در کنار کره شمالی و چین و روسیه 4 تا کشور هستن که یه ائتلاف با هم دارن، جمهوری اسلامی امروز در چین نمایش داده شد که به اندازه پوتین و کیم جونگ اون به چین نزدیک نیست. به نظرم این نمایشی که در چین داده شد شکستی برای جمهوری اسلامی بود. پزشکان اصلا مهم نیست. شکستی برای خامنه‌ای جمهوری اسلامی بود که برخلاف اونی که میخواستن به افکار عمومی نشون بدن که چین و روسیه و کره شمالی و جمهوری اسلامی با همن، اون سه تا با هم بودن ولی جمهوری اسلامی رو به اون اندازه که فکر میکرد بازی ندادن. این وضعیت به نظرم شرایط رو برای جمهوری اسلامی خطرناکتر خواهد کرد که همزمان با احتمال حمله اسرائیل، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، احتمال دخالت آمریکا در حمله و فشار سیاسی اروپا بر جمهوری اسلامی، روی چین و روسیه هم نمیتونه حساب کنه. اکثریت مردم هم ازش ناراضی‌اند. من به این قضیه رزمایش چین اگر تو سوالات بود برمیگردم و پاسخ میدم، ولی الان نمیخوام راجع به اون صحبت کنم که بحث ایران از دست بره. در کنار این که نمیتونه جمهوری اسلامی خیلی رو چین و روسیه حساب کنه، روی گروه‌های نیابتی هم از قبل عرض کردم نمیتونه حساب کنه. حزب الله ضعیف شده، هنوز تحت بمباران اسرائیل. امروز بازم بمباران کرد لبنان رو. لبنانی‌ها دنبال خلع سلاح حزب الله با فشار منطقه آمریکا و فرانسه. یمنی‌ها اگرچه امروز یه موشک دیگه شلیک کردن به سمت اسرائیل، ولی واقعیت اینه که خیلی از این موشک و پهپادها نمیرسه. البته توان دفاعی اسرائیل و توان پدافندیشو مشغول نگه می‌داره. در مجموع اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، چرا من معتقدم در مجموع شرایط فعلی و مخصوصا ماه‌های شهریور و مهر و میریم جلو یه فرصت تاریخی برای مردم ایران برای عبور از جمهوری اسلامی. من نمیخوام بیخود این وعده رو بدم که جمهوری اسلامی حتما در ماه‌های آینده سقوط خواهد کرد، ولی هیچ وقت جمهوری اسلامی تا این اندازه به سقوط نزدیک نبوده. بسیار بسیار شرایط شکننده‌ای داره. فشار شدید بین‌المللی، احتمال حمله مجدد آمریکا اسرائیل، نارضایتی اکثریت مردم، ضعف ساختاری در درون نظام، شکاف‌های در درون حاکمیت، از دست رفتن چهره‌های اصلی نظام، تضعیف روحیه چهره‌های نظام و مسئولین، همه اینا جمهوری اسلامی رو در حالتی که شکننده است در مقابل یک طوفان شدید قرار داره. دقت کنید، دوتای موضوع از دو سمت تغییر کرده. از عرصه بین المللی و منطقه‌ای و داخلی 3 تا طوفان داره میاد سمت جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی در حالی با این 3 تا طوفان داره روبرو میشه که نسبت به ماه‌های گذشته و سال‌های گذشته ضعیف‌تر شده. این نیست که فقط یک طوفان بین المللی، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، یک طوفان منطقه‌ای، احتمال حمله نظامی اسرائیل و آمریکا، و یک طوفان داخلی، احتمال قیام مردم وجود داره. فقط این نیست، خود جمهوری اسلامی هم فارغ از این 3 تا طوفان نسبت به 1 سال پیش، 6 ماه پیش به شدت ضعیف شده. اونی که من عرض میکنم الان جمهوری اسلامی دقیقه 90شه و یک فرصت تاریخی مقابل مردم ایران قرار داره و جمهوری اسلامی در اوج شکنندگی قرار داره، توجه هم به این دوتا جداگانه است.
طوفان‌های سگانه و ضعف جدی نظام. اینه که موقع به هم میریزه احتمال شکنندگی نظام رو میبره بالا. وگرنه در گذشتن فشار خارجی و منطقه و نارضایتی مردم بوده، ولی دست کم جمهوری اسلامی به این ضعفش نبود. این دوتا الان موقعی که به هم رسیده امکان شکننده بودن جمهوری اسلامی رو خیلی برده بالا. بسیاری از شرایط داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی بر ضد ماندگاری نظامه. شرایط میره که به بقای نظام رو به خطر بندازه. هیچ وقت تا به این اندازه بحران‌های مختلف اقتصادی و بین‌المللی علیه نظام با هم جمع نشده بودن. هر جرقه‌ای در داخل، در عرصه منطقه‌ای و در عرصه جهانی میتونه روند سرنگونی جمهوری اسلامی رو شعله‌ور بکنه. نکته دیگه، احتمال کشته شدن خامنه‌ای به عنوان ستون نظام زیاده. این خودش یک عامل بسیار بسیار مهمه. حالت روحی روانی شکست، حالت روحی روانی اینه که داریم سقوط میکنیم در بین مقامات جمهوری اسلامی رو به افزایش. حد اکثر کاری که دارن میکنن اینه که میگن سقوط نمیکنیم، تاب میاریم، باید تاب بیاریم. فرض رو بر این گرفتن که رو به سقوط دارن میرن.